بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. دوستای ما سوالایی که کردن، ما انشاءالله به نوبت امی سوالا را خدمتشان جوابش میگم و او تعدادی را که تانستیم که حال در این درس جوابش بگویم انشاءالله خدمتتان جوابش میگم و بعضی سوالایی که یک کم به تحقیق نیاز داره او را به تأخیر میپرتیم باز میشه در درس‌های دیگه. بعد از درس‌های دیگه انشاءالله به ترتیب برشان نوبت بدیم و جوابش بگوییم. یکی از سوال است، یکی از خواهرای ما پرسان کردن و میگن که در آیت قرآن در سوره الرحمن یک آیت است فوربک لنسألنهم اجمعین. گفتن که مثلا در اینجا الله گفته که در روز قیامت از تمام از اونا سوال میکنیم و باز در آیت دیگه قرآن الله متعال میگه که فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، که در این روز از گناهش پرسان نمیشه انسان ها و جن ها. اینا میگن که در این راستا در یکیش گفته که لنسألنهم اجمعین و در بعضشان این قسم گفته شده و در بعض دیگه باز گفته شده است که سوال نمیشن. این چه قسم مثلا دو آیت است؟ خب خواهر عزیز جواب از این تقریبا علامه ابن کثیر رحمه الله در تفسیر خود گفته است که فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در روز قیامت پرسان نمیشه از گناهش انسان ها و جن ها. و هذه که قوله، میگه این آیت هم مثل این آیت دیگه وارست که هذا یوم لا ینطقون، این روز است که اینا نطق نمیکنن، یعنی نطق گپ زدن نمیتونن. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، برشان اجازه داده نمیشه که اینا عذرخواهی بکنن. فهذا فی حال و ثم حال، میگه این آیت یک حالت قیامت بیان میکنه و این آیت دیگه حالت دیگه قیامت بیان میکنه. یسأل الخلائق فیها عن جمیع اعمالهم، میگه یک حالت است که تمام مخلوقات از اعمالشان پرسان میشه. چرا؟ الله متعال میگه فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا یعملون. این میگه یک حالتی است که الله متعال قسم یاد کرده که از تمام از اونا پرسان میکنیم از آنچه که عمل کردن. ولهذه، میگه از این خاطر قال قتاده رحمه الله گفت که فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در این روز انسان ها و جن ها از گناهایشان پرسان نمیشه. قال قد كانت مسألة ثم ختم على افواه القوم، میگه اینجا چی است که اول سوال بود، یعنی اول حالتی است که از پیش از اینا سوال میشه و پرسان میشه و باز به دهانهای از اینا مهر گذاشته میشه. و تکلمت ایدیهم و ارجلهم، و سخن میگه دستهایشان و پایشان به ما کانوا یعملون، با آن چیزی که اینا عمل میکردن. قال علی ابن ابی طلحه، میگه علی ابن ابی طلحه میگه عن ابن عباس، که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگفتن لا یسألهم، از اینا سوال نمیشه هل عملتم کذا و کذا، که آیا چونین عمل کردین و کردین، لانه اعلم بذلك منهم، چرا که الله تمام اعمال از اینا را میفهمه. ولكن یقول لما عملتم کذا و کذا، برشان گفته میشه چرا این کارا کردین. فهو قول ثانی، این قول دومی است. وقال مجاهد في هذه الآية لا يسأل الملائكة عن المجرم، میگه ملائکه از مجرم پرسان نمیکنن. چرا؟ یعرفون بسیماهم، مجرمین از چهره‌هایشان معلوم میشن که اینا چی هستن؟ مجرم هستن. و هذا قول ثالث و کان هذا بعد ما یؤمر بهم الى النار، میگه این قول سومی بعد از اینکه اینا به طرف دوزخ کشانده میشن. فذلك الوقت، میگه در این وقت لا یسالون عن ذنوبهم، اینا از گناهایشان پرسان نمیشن. بل یقادون الیها، بلکه اینا به طرف دوزخ برده میشن. و یلقون فیها، و در دوزخ انداخته میشن. کما قال تعالی یعرف المجرمون بسیماهم ای بعلامات تظهر علیهم، پس این به علامات است که به چهره از اینا. پس
در او حالاتی که از انسان پرسان میشه یک حالت است، در او حالتی که مهر در دان گذاشته میشه و کس گپ زدن نمیتونه و اعضای بدنش گپ میزنه این دیگه هست، و در او حالتی که مثلا از پیششان هیچ سوال نمیشه بلکه اینا به آتش دوزخ انداخته میشه. اینا کلش حالات مختلف قیامت است. یعنی آیات قرآن حالات مختلف روز قیامت بیان میکنن. سوال دیگه ای هست که پیش ما است، میگن که اگر حدیث مفلس که مفلس روز قیامت گفته شده است، این روایتش بله، این حدیث درباره مفلس در روز قیامت در امام ترمذی این روایت کرده و دیگر روایت های دیگه ابن حبان رحمه الله هم روایت کرده و حدیث صحیح است، حسن صحیح است. عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، در این حدیث مفلس میگه ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اتدرون من المفلس، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بر ما گفت که آیا شما میفهمین که مفلس کیست؟ قالوا، میگه صحابه گفتن که المفلس فینا یا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، میگه صحابه گفتن که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم مفلس خود در بین ما کسی است که پول نداره، درهم نداره و متاع نداره، مثلا وسایل نداره، مال نداره، این چیزها نداره. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که المفلس من امتی، مفلسای امت من کسانی هستند که یأتی یوم القیامتی، که میآید در روز قیامت به صلاته و صیامه و زکاته، با نمازش و روزه و زکات. یعنی در روز قیامت وقتی که محاسبه اعمال میشن، این شخص میآید که بسیار نماز خوانده و بسیار روزه گرفته و بسیار زکات داده، اعمال بسیار زیاد داره. و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا، میگه ولی در اینجا میگه از اون طرف کسایی که سر از ریزه دارن یا میگن چی کرده، امی شخص با وجود از که اعمال و عبادات زیاد کرده لکن شتم قد شتم هذا، یا کسی را دشنام داده. حالا ما و شما مثلا در رسانه ها میبینیم بسیاری کساس وقتی که مجرد در رسانه آمد خصوصا لایف بسیار مردم دشنام میتن، چیزهایی میگه که حتی وقت انسان بشنوه اما تو بسیار انسان اما تو به چرت میره، در حالی که ای در روز قیامت این نماز هم خوانده، روزه هم گرفته، عبادات هم کرده، لکن چی هستم؟ اینال الله رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که شتم هذا، یک کسی را دشنام داده، و قذف هذا، یک کسی دیگه را، یک خانم هست یا یک مرد هست او را مثلا به زنا و به گپا متهم ساخته، و اکل مال هذا، مال یک کسی دیگر را خورده. یعنی در قطارش یک تعداد زیاد هستن این را دشنام داده، او را مثلا مالش خورده، و سفک دم هذا، و خون یک کسی دیگر مثلا خونش ریختانده، و ضرب هذا، یک کسی دیگر را لط کرده. فیقعد فیقتص هذا من حسناتی، میگی بیچاره هم تو میشینه یک کسی از حسناتش میگیره، و هذا من حسناتی، کسی دیگه هم از حسناتش. یعنی یک کسی را غیبت کردی، این 4 رکعت یا 10 رکعت نمازت میگیره. یک کسی دیگه را مثلا دشنام دادی، یک 10 رکعت نمازش میگیره. یک کسی دیگه را مثلا دو زده، او میاد چقدر از روزه هاش. چیزی که سرمایه‌اش کلش چیه از روز قیامت؟ سرمایه‌اش نمی اعمالش است. پس این به خاطر هر کار خود اونجا در مقابلش که یک کس را غیبت کرده، یک را دشنام داده، یک کس را مالش خورده، یک کس را خونش ریختانده ناحق، این میکلوشی است. میگه فیقتص هذا من حسنات، این میگه از حسناتش میگیره، و هذا من حسناتی، دیگه هم از دیگه نیکیاش میگه. فان فنیت حسناته، خب وقتی که فانی شد هیچ برش اعمال نیک نماند، آلی خزیات قرض دار بود کلش بر مردم ده، قبل ان یقتص ما علیه من الخطایا، پیش از که قصاص خطایاش گرفته شوه. اینجا میگه اخذ من خطایاهم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه خب یک نفر بسیار 100-200 نفر در قطارش است، برای 100 نفرش کل اعمال نیک از این داده شد، ولی 100 نفر دیگه مانده، و چی میشه؟ میگه چی میشه؟ میگه اخذ من خطایاهم، از خطایای از اونا گرفته میشه، از اون مظلوما از گناهاش گرفته میشه، و بالای فطور علیه، بالای از این شخص ظالم
چی کردن؟ بالای از این گناه های از اینا انداخته میشه. ثم طرح فی النار، باز امی شخص دیگه خو اعمال صالح ندارن، این دیگه در دوزخ انداخته میشه. این بسیار خطرناک است. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که از غیبت، سخنچینی، دشمنی و از اینا ما و شما دوری بکنیم. یکی از دوستای دیگه ما سوال کردن اینجا پیش ما هست، میگه که استاد تعداد تالیفاتتان، کتابایتان چقدر است و اگر مثلا نام از اینا را بر ما بگوین. والا دوست عزیز، ما خب مشخصا تعداد کتاب ها حساب نکردیم که چند کتاب هست، تو حساب نگرفتیم. بعضش چاپ شده، بعضش تکمیل شده، بعضش زیر کار است. خب میشه مثلا ما از این کتاب ها بعضش براتان بگویم که این کتاب ها هستن و میشه که اگر دوستا خواسته باشه براشان چیز شوه. یک کتاب در عقیده تقریبا سر چند کتاب کار کردیم. یک کتاب از عقیده توحید برای اطفال است و یک کتاب دیگه است که عقیده توحید برای چی است، برای نوجوانا هست به شکل سوال جواب. یک کتاب دیگه در عقیده هست به نام 222 کلید اعتقادی هست و این کتابا را همین دوستایی که مثلا خواستن ترجمه بکنن، خصوصا برادرایی که به تاجیکی میخواین با خط کریل رو نوشته بکنن، انشالله اگر ایره چی کنن ترجمه بکنن بسیار خوب میشه نوشته بکنن، در جمله باقیات صالحاتشان حساب میشن. دیگر کتاب همین کتاب است که ما شما فعلا میخوانیم به نام کتاب عقیده در روشنایی قرآن و سنت. این هست. دیگر یک کتاب دیگر هست که 14 کلید قرآن شناسی هست و دیگر کتاب تفسیر است، تفسیر موضوعی اعتقادی هست که به شکل عقیده بابندی شده. 2 جلدش الحمدلله خلاص شده. یک کتاب دیگه درباره اسماء الله الحسنا هست. کتاب دیگه درباره اداره و منیجمنت اسلام است. کتاب نظام‌های اسلام است. یک کتاب درباره نظام سیاسی اسلام است. یک کتاب درباره نظام اقتصادی اسلام است. یک کتاب درباره نظام اعتقادی اسلام است. اینی کتاب هستن که انشاءالله تعالی سر از اینا این کتاب ها هستن و کتاب های دیگه هست درباره تصور الله در اسلام و نصرانیت است. دیگه تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم است، تقسیم اوقات 24 ساعته رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ذکر و مناجات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. دیگه تمدن اسلامی یک کتاب است، این هم است. جهانبینی اسلام است. تنصیر و نصرانی سازی. اینی کتاب های هست که انشالله دوستا دیگه راهنمای تعویض و تعویض دادن. بعضی سوال میکنن که همین تعویض و دیگه پا چه قسم، مثلا تعویض زباره از یک کتاب است. یک کتاب دیگه به نام راهنمای نامگذاری اسلامی هست. یک کتاب دیگه به نام ژورنالیسم اسلامی هست. یک وقت ما در پانتون بودیم درس میدادیم. یک کتاب دیگه به نام 30 درس در 30 روز رمضان هست. یک کتاب دیگه درباره سکولاریسم و دموکراسی و ارزیابی آن در از دیدگاه اسلام است. دیگه بعضی کتاب های دیگه هست. مقایسه بین اسلام، یهودیت و نصرانیت است. نبوت در ادیان ثلاثه هست. اینی کتابایی است که انشالله تعالی میشه. دیگه کتاب ها هم است و کتابی که الفبای دعوت است خلاص نشده. من امیدوارم که دوستان متوجه باشن که چیز نکنن. او خلاص نشده، هر وقت خلاص شد باز میشه که او رو ترجمه بکنن و از او استفاده بکنن. دوستای عزیز، بعضی سوالای دیگه که انشالله هست انشالله در درس بعدی، چون وقت نماز شده دیگه انشالله تعالی باز خدمتتان باز این سوالا رو هم جواب خواهد گفتیم. و السلام علیکم.